the knife to chop some vegetables. I use the knife for chopping some vegetables. مطمئناً for chopping اشتباهه. چرا؟ چون برای هدف از این فرما استفاده میشه. بریم برای speaking و رایتینگ های نوترال. میگم I use the knife to chop some vegetables. Formal. I use the knife in order to chop some vegetables. Very formal. I use the knife so as to chop some vegetables. بچه‌ها منفیاشم این بالا براتون نوشتم. و فرم دیگه که میتونم از فرم مجهول استفاده بکنم میگم the knife is used یا was used so that people could chop some vegetables. خب زمانی که فاعل من شخص هست یا اگر شخص نیست thing چیزی هست و فرم مجهوله از این فرم استفاده میشه. اما ing چی؟ کی. مثال دقت بکنید. میگم the knife is for chopping. زمانی که من اون چیزی که استفاده میکنم رو به عنوان فاعل استفاده میکنم و میخوام بگم این کاربردش هست از فرم ing استفاده میکنم. خیلی خوب. طبق معمول من شیوا هستم. تو پیجم زبان آموزش میدم. اگر به کارت میاد فالوم کن. در ضمن لایکم یادت نره. مرسی.